فسب یا خدمات فدرالی امنیت روسیه روز 11 اپریل سال 2024 با نشر دو بیانیه علیحده از پیشگیری کردن حمله‌های تروریستی به سیناگوگ در شهر مسکو و یک پایگاه حربی در شهر اشغال شده دنیسک در شرق اوکراین خبر داد. بنا به اطلاع فسب، زاده یکی از کشورهای آسیای مرکزی سال تولدش 2002 که قصد حمله به مبدأ یهودیان را در سر داشت، روز 2 اپریل سال 2024 هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و به آتش جوابی بی‌ضرر گردانیده شد. شعبه تروریستی در دنیسک باشد به ادعای فسب از 6 شهروند یکی از کشورهای آسیای مرکزی عبارت بوده فعالیتش از قلمرو اوکراین هماهنگ ساخته میشد و گویا بعد انجام حمله اعضای این گروه قصد داشتند به ترکیه فرار کرده سپس از آنجا به اوکراین بروند. تفتیش این ادعاهای فسب توسط منابع دیگر امکان ندارد، ولی قبلا هم حامیان حقوق فسب را به آن ابدار میکردند که به خاطر نمایش بر دروغ نتیجه های بلند در عرصه مبارزه با تروریسم به ضد مهاجران بی‌حقوق و بی‌حمایت، به خصوص به ضد زادگان آسیای مرکزی پرونده های بر دروغ می‌بافند. بنا به فرضیه فسب در جریان چاره‌بینی‌های فوری و جستجوی معین کرده شد که این خارجی سال تولدش 2002 که در وطنش برای یک عمل جنایتی زندانی شده بود با تشبث خودش به افراد برای فعالیت‌های تروریستی محکوم شده در تماس شده تحت تاثیر آنها ایدئولوژی یک سازمان بین المللی تروریستی در روسیه ممنوع را پذیرفت. بعد آزاد شدن او ماه نوامبر سال 2023 به روسیه آمد. این شهروند خارجی که در مسکو زندگی میکرد به انجام حمله تروریستی آمادگی میدید. محل اطراف یکی از سیناگوگ‌های شهر مسکو را آموخته، همچنین برای ساختمان مواد ترکنده اشیاء ضروری را به دست آورده بود. فسب می‌افزاید که روز 2 اپریل سال 2024 این جوان هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و به آتش جوابی بی‌ضرر گردانیده شد. در مکان زیست او وسیله ترکنده خودساخت برای استفاده آماده، همچنین مواد ترکنده یافت و گرفته شد. تفصیلات دیگر قضیه دسترس نیست. نام جوان کشته شده نشر نشده است. فسب گفت حالا مسئله کشودن پرونده جنایتی در رابطه با این قضیه در دست بررسی است. بنا به گزارش دیگر مرکز رابطه با جامعه فسب، روز 11 اپریل سال 2024 در جریان چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی معین کرده شد که فعالیت گروه تروریستی در قلمرو اوکراین هماهنگ ساخته میشد. اعضای گروه بعد انجام جنایت قصد داشتند که به ترکیه فرار کرده سپس از آنجا به اوکراین بروند. تفصیلات دیگر حادثه و نظر مهاجران دستگیر شده دسترس نیست، ولی فسب ادعا کرده است که از مکان زیست تروریستان 2 وسیله ترکنده خودساخت برای استفاده آماده و گرانت‌های دستی یافت و گرفته شد. این بازداشت‌ها در پی حمله خونین روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو است که 144 کشته به جا گذاشت. با اتهام دست داشتن در این حمله دست کم 17 نفر دستگیر شدند که 15 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. مسئولیت حمله کراسنogorsk را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت، ولی مقامات روسیه همچنان تلاش دارند که اوکراین را به بین کشیده به دست داشتن در این حمله خونین عیبدار کنند.